با هر کسی نمیشه مهربون بود. نزدیک نشیم به افراد، یهو قش نکنیم از دیدن همدیگه. طرف ظرفیت نداره، قاطی میکنه. یک سلام علیکی گرم میکنیم، طرف خودشو گم میکنه. اون گرما، اون صمیمیت برای همه نیست. رونشاد شاعر خوب فرانسوی میگه بر اشک چون رهگذری سفره پهن نمی‌کنند. هر کسی لایق اشک آدم نیست، هر کسی لایق خنده های آدم نیست، گرمای آدم نیست. کس را به خود از رخ گشاده گستاخ مکن ملاز بود. با هر کسی نمیشه مهربون بود. نزدیک نشیم به افراد، یهو قش نکنیم از دیدن همدیگه. طرف ظرفیت نداره، قاطی میکنه. یک سلام علیکی گرم میکنیم، طرف خودشو گم میکنه. اون گرما، اون صمیمیت برای همه نیست. رونشاد شاعر خوب فرانسوی میگه بر اشک چون رهگذری سفره پهن نمی‌کنند. هر کسی لایق اشک آدم نیست، هر کسی لایق خنده های آدم نیست، گرمای آدم نیست. کس را به خود از رخ گشاده گستاخ مکن.